سلام بچه‌ها، چطورید؟ کسرا هستم و خوش اومدین به این ویدیو. بچه‌ها قرار داخل این ویدیو بهتون یاد بدم چطوری حساب تی لانچر بسازین، چطوری اسکین بسازین یا حالا به صورت آماده دانلود کنین، چطوری مود و ریسورس پک و شیدر رو از این چیز میذار داخل مپتون خالی کنین و حالا یه چند تا ترفند و نکته دیگه. پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشین و لطفاً ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم روی آل بذارید. دمتون گرم. بزن بریم سراغ ویدیو. Let's go. اولین کاری که ما باید انجام بدیم باید بریم حساب تی لانچر بسازیم. همونجور که دقت میکنین اینجا نوشته نو اکانت، یعنی اینکه اکانت ما نداریم. باید بریم پس اکانت بسازیم. چطور؟ وارد مرورگر سیستمتون بشین و از این بالا وارد سایت تی لانچر بشین. اینو که سرچش کنین به صورت خودکار وارد سایت تی لانچر میشین. tilauncher.org. بعد از اینکه وارد سایت تی لانچر شدین اینجا روی گزینه ساین اپ کلیک کنین. وقتی که روی ساین اپ کلیک کردین یکم بیاین پایین و از سمت چپ اینجا از شما یه یوزرنیم، یه ایمیل و یه پسورد میخواد. یوزرنیم یا همون اسمی که انتخاب میکنین و ایمیل نباید تکراری باشن و قبلا کسی نباید اونا رو برداشته باشه. پسوردم باید یه ترکیبی از حروف کوچیک و بزرگ و عدد باشه. یوزرنیم دل بخواه دیگه، مثلا من اسم خودم می نویسم 2 تا آندرلاین یه چند تا هم صفر. ایمیلم یکی از ایمیلامو میدم، پسوردم یه چند تا عدد و حروف و این ورم همون پسورد رو دوباره تکرار میکنم. روی ساین اپ اگر کلیک کنین اکانتتون ساخته میشه، اما یه سری ممکنه قبلا اکانت ساخته باشن بخوان اکانتشون رو برگردونن. اگر بخواین این کارو کنین سمت راست ساین اپ روی این گزینه کلیک کنین، اینجا اون یوزرنیم اگر یادتونه و اون پسورد رو وارد کنین و روی ساین این کلیک کنین. اگر روی ساین اپ یا حالا ساین این کلیک کنین مثل من وارد یه همچین صفحه میشین. اینجا فقط شما به جای من اسکین ندارین، شما اسکین اولیه بازی همون استیو هست. برای اینکه اسکین انتخاب کنین از همینجا وارد دوباره یه صفحه جدید بشین و سرچ کنین نووا اسکین. این سایت یکی از سایت هایی که هم شما میتونین داخلش اسکین بسازین و هم بیش از 70 میلیون اسکین داخلش هست و میتونین انتخاب کنین. برای اینکه اسکین آماده انتخاب کنین روی گالری کلیک کنین، وارد همچین صفحه میشین. اینجا یکم که بیاین پایین اسکینا رو میبینین و میتونین بگردین و اسکین مورد نظرتون رو انتخاب کنین. مثلا من از این اسکین خوشم اومد، روی این اسکین کلیک میکنم، وارد همچین صفحه میشیم. اینجا یکم که بیاین پایین شما میتونین اسکین رو دانلود کنین، میتونین هم اسکین رو تغییر بدین. اگر نمیخواستین داخلش تغییر ایجاد کنین خب روی دانلود اسکین کلیک کنین و تا اسکین دانلود شه. اینجا اگر روی ادیت کلیک کنین اسکینتون رو میبره به این صفحه و شما اینجا میتونین روی اسکین یه سری تغییرات ایجاد کنین. مثلا میتونین از اینجا اون رنگ خاکستری رو بیاین و اینجا انتخاب کنین، مثلا یه همچین رنگیه و میتونین اسمتون رو یکم البته پررنگ تر بنویسین. حالا من اسمم خوب در نیومد ولی خب شما میتونین دقیق بنویسین. پشت سرش میتونین یه مثلا آرم بذارین. اینجا دل بخواهی دیگه، هر کاری که بخواین میتونین انجام بدین. یه همچین چیزی، البته حالا عجیب غریب در اومد ولی خب آزادین شما. اگر بخواین شما مثلا اینجا دیدین دست اسکین یکم برآمده تر از این قسمتشه، بخواین از این کار هم انجام بدین یکی روی این دسته بزنین میبرتتون شما رو به اون لایه داخلی و اینجا هم میتونین بکشین، بعد خود روش بزنین کلا دست برداشته میشه. میتونین این قسمت رو رنگ کنین و دوباره روش کلیک کنین شما رو میاره به این قسمتش. الان ببینید من دوباره روی این بزنم بیام و از پشت نگاه کنم یه قسمت احساس میکنیم برآمده طوریه، اون وسطش خالیه.
جوری میتونیم یکم اسکینامون هم برآمده تر کنیم. بعد از اینکه روی اسکین تغییراتی که میخواستین رو انجام دادین، بیاین روی سیو کلیک کنین و از این قسمت یه اسم و یه چند تا عدد دوباره اسم و اینا بهش بدین. این قسمت مهم نیست و روی سیو کلیک کنین. داخل یه همچین صفحه‌ای میشین. شما نیاز نیست اصلا اینجا هیچ کاری کنین، فقط دوباره روی ضرب در کلیک کنین. این بالا گزینه دانلود میاد، روی دانلود کلیک کنین، همین اسکینتون دانلود میشه و میتونین ببرین و استفادهش کنین. اگر هم یه دفعه گزینه دانلود بالا نیومد، بیاین بالا روی همین این کلیک راست کنین و سیو ایمیج از رو بزنین. شما رو میبره به یه حالا قسمتی، هر جا دلتون میخواست بیاین. مثلا من از این داخل این پوشه سیو رو که بزنم، مجدد اسکین دانلود میشه و میره به همون قسمت. بعد از اینکه اسکینتون دانلود شد، دوباره وارد سایت تی لانچر بشین و از این قسمت پایین روی آپلود اسکین کلیک کنین. برین داخل اون پوشه‌ای که اسکین رو ذخیره کردین. مثلا من اسکین رو داخل این قسمت ذخیره کردم، روش کلیک کنم، اسکین هم اینجا چنج میشه و میتونم اینجا ازش استفاده کنم. بعد از اینکه اسکینتون رو آپلود کردین، الان اسکین میاد اینجا و شما میتونین ازش استفاده کنین. خواستین هم دوباره تغییرش بدین، روی آپلود اسکین کلیک کنین. مثلا من میرم اسکین قبلی خودم رو دانلود کردم بذارمش. این بود، درسته. روی این که کلیک کنم دوباره جایگزین این میشه. فقط یه نکته‌ای که هست، اسکین خود من کلاه داره اینجا، ولی اینجا کلاهشو نیاورده. این داخل خود ماینکرافت درست میشه و نگران این موضوعش نباشین. خب بعد از اینکه اسکینتون رو آپلود کردین، دیگه تقریبا کار تمومه و اگر مجددا هم می‌خواستین اسکینتون رو یه دفعه بیاین تغییر بدین، بیاین دوباره داخل سایت تی لانچر روی اون یوزر نیمی که انتخاب کردین کلیک کنین، وارد دوباره همین صفحه میشین. بیاین پایین روی آپلود اسکین کلیک کنین، میتونین دوباره اسکینتون رو تغییر بدین. بعد از اینکه اکانتتون رو ساختین، اسکینتون هم انتخاب کردین، از مرورگر خارج شین، دوباره وارد تی لانچر بشین و از این قسمت روی این فلش رو به زیر کلیک کنین، روی کانفیگ اکانت بزنین و اینجا اون یوزر نیمی که اونجا انتخاب کردین و اون پسوردی رو که وارد کردین رو اینجا وارد کنین. بعد از اینکه هر دو رو درست وارد کردین، روی سیو اکانت بزنین. اگر هر دو درست باشن، اکانت میاد اینجا، روی این فلشه بزنین و خارجین. اگر دقت کنین الان اکانت منم لاگین شد، تیکشم روشنه و اکانت هم الان داریم. البته یه نکته‌ای که هست، اگر اینترنتتون خاموش بود اسکین نمیاد بالا، باید حتما اینترنت روشن باشه که اسکین بیاد بالا. مشکلی هم نیست اگر بدون اینترنت پلی بدین، بعدا دوباره اگر اینترنتتون رو روشن کردین اسکین خودش میاد و اسکین نمیپره. خب حالا میرسیم به اصل قضیه، یعنی آموزش ریختن مود و مودپک و از این چیز میزا. بیاین از گوشه پایین سمت راست روی TL مود کلیک کنین، وارد همچین صفحه میشین. اینجا مودپک، مود، ریسورس پک، مپ، شیدر و اینا همه چی اینجا هست. مودپک دانلودش خیلی ساده است. اینجا مودپک های معروف مثل وامبلاک و بتر وامبلاک و آریل کرافت و کلی مود دیگه مثل مود لاکی بلاک و اینا همشون هستن، میتونین دانلود کنین و بیاین بازی کنین. دانلودشون هم زیاد سخت نیست. اگر بیان روی اینا مثلا روی این اینستال بزنین، این خودش به صورت خودکار میاد اینجا و فقط کافیه که شما روی اینتر د گیم کلیک کنین، خودش دانلود میشه و وارد گیم میشین. اما اگر نخواهید از مودپک استفاده کنین و بخواین برین معمولی پلی بدین، بیاین و اینجا روی مود کلیک کنین. برای اینکه شما بتونین مود بریزین، مودهای مثل فالینکری و مپ و فابریک API و یه سری مودهای خفن دیگه، بعد بیاین اول یه دونه مثل اینا برای خودتون ولی بسازین. اینجا بالا روی کریت کلیک کنین و اینجا یه اسم بدین. این اسم که اینجا میدین اینجا قرار میگیره، چیز خیلی مهمی نیست. مثلا من اسم خودم رو اینجا می نویسم، بعد بیاین اینجا فورجی رو به فابریک تغییر بدین و گیم ورژن هم خب گیم ورژن انتخابیه، هرچی خواستین میتونین خودتون بزنین، اما 1.21.5 بهتره.
و ورژن نیم رو هم همین ول کنین. روی کریت کلیک کنین. الان اون چیزی که اینجا کریت کردیم اینجا اومده، یعنی الان با همون اسمی که من اون بالا دادم اینجا اومد و داخل همین لیست مپ ها هم قرار گرفته. خب حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که سدیم و فابریک چی هست یا حالا چه رقم مهمن. قبل از اینکه سدیم بیاد همه از اپتیفاین استفاده میکردن. داخل همین ورژن ها اگر ما بریم بگردیم مثلا اینجا 1.24 اپتیفاین هست و خودش به صورت طبیعی داخل این ورژن ها هست و نیاز نیست که ما بریم اینجا بسازیمش. حالا چرا سدیم بهتره؟ چرا نباید بریم اپتیفاین دانلود کنیم؟ سدیم معمولا خیلی زودتر اپتیفاین میاد. همین الان برای 1.21.5 هنوز اپتیفاین نیومده اما سدیم هست. سدیم اگر ما بریزیم میتونیم تمام مودها رو هر مودی که بخوایم رو میتونیم دانلود کنیم. فقط کافی روی اینستال بزنیم دانلود میشه و میتونیم بریم ازش استفاده کنیم. اما اگر اپتیفاین میریختیم با اپتیفاین نمیتونستیم و دردسر داشت برای مود ریختن و اون چنان هم ویژگی به ما نمیداد، خیلی کم بودن. فقط فکر کنم میشد یه شیدر ریخت که حالا بعد آموزش شیدر ریختن هم بهتون میدم با مود سدیم و فابریک. اما حالا ما با سدیم میتونیم تمام مودا و ریسورس پک ها و اینا رو دانلود کنیم و ازشون استفاده کنیم به راحتی. بعد از اینکه اکانت ساختین و سدیم هم دانلود شد، یه سری مود من بهتون پیشنهاد میکنم، مودای خوبی هن، دانلود کنین، کاربرد دارن. همین پایین سدیم مود مپ، اینو اینستال که بزنین خودش خودکار دانلود میشه و اینجا قرار میگیره. مود فالینگ تری اینم دانلود کنین. مود اینفینیتی تریدینگ هم دانلود کنین. اینا رو میتونین داخل بخش سرچ کنین و بیاد. مود اینفینیتی نایت ویژن هم دانلود کنین. بیاین داخل بخش سرچ کنین اوکی زومر و اینتر بزنین. این رو هم دانلود کنین. مود بتر اف 3 رو هم بریزید. فقط دقت کنین که بهتر با اف هم چسبیده باشن، فاصله ندین بهشون. این البته دل بخواهه، میتونین هم نریزین. مود لیتیم هم دانلود کنین. این مود اینونتوری HUD رو هم دانلود کنین. همین مود. زیر همین مود اینونتوری HUD این یکی مود رو هم دانلود کنین. این لیست تمام مودهایی بود که من پیشنهاد میدادم و تقریبا بهترین مودهایی هستن که کاربرد زیادی دارن، اما یه سریاشون مثل فالینگ تری و مپ و بتر اف 3 و اینا به کار نمیان. کلا به کار نمیان که نه، یعنی لزومی برای داشتنشون نیست، فقط سبب راحت تر شدن کاره. مثلا یه سریا وقتی به چوب خیلی نیاز دارن، همون مود فالینگ تری اگر تو بلاک پایینی چوب رو بکنی تمام اون درخت میریزه و نیاز نیستی که برین شما تا بالا. این فقط کار رو راحت میکنه. همین. بعد از اینکه این مودها رو ریختین، الان دیگه تقریبا کارمون تکمیله و فقط کافیه که روی اینتر دی گیم کلیک کنیم. این مودا رو دانلود میکنه سریع و شما وارد گیم میشین. فقط یه نکته‌ای که هست اینه که این مودا یه سریاشون حتی موجب میشه که FPS بالا بیاد و لگ کمتری بخورین، مثل مود سدیم.
موجب میشه که مپ خیلی سریعتر لود شه و اصلا نگران این نباشین که مثلا این همه مود بریزین ممکنه لپتاپتون هنگ کنه، لگ بگیره و اینا. کلا اگر سیستمتون ضعیفه، مثلا مال کورای 5 یا حالا رم 4، بدونین سیستمتون لگ میگیره اگر چانکو مثلا بیارین بالای 10. اما خب یه سری از این مودا موجب میشه که لگ کمتری هم حتی بخورین. و یه چیز دیگه هم اینه که ماینکرافت کلا بار اول که میخواد بیاد بالا خیلی طول میکشه و یه کلی باید صرف کنین، مخصوصا برای اینکه اولین بار بخواین مپ بسازین. این محیط کلی خود ماینکرافته و شما میتونین داخل این برین مپ بسازین. مثلا روی سینگل پلیر اگر بزنین میتونین مپ بسازین، مولتی پلیر میتونین چند نفره بازی کنین که حالا ویدیوهای بعدی اگر میخواستین آموزش آنلاین بازی کردن هم داخل ماینکرافت جاوا و بدراک براتون میذارم. اینجا روی آپشن کلیک کنین و وارد ویدیو ستینگ بشین. اگر سیستمتون ضعیفه، چانک رو از 12 به 6 7 اینا منتقل کنین و پایینیش رو هم همینطور سر 8 تا 7 اینا بذارین. از این بخش خارج چین، وارد بخش کنترل بشین و روی این گزینه کلیک کنین. اینجا اگر یکم بیاین پایین میبینین یه سری از دکمه ها مثل F و O و B و اینا قرمز رنگن. چرا؟ یه سری از این دکمه ها 2 بار تکرار شدن. الان C اینجا 1 بار تکرار شده، من اگر بیام زیر اینجا هم 1 بار تکرار شده. دکمه B اینجا 1 بار تکرار شده، بالا هم 1 بار تکرار شده. حالا راه حل چیه؟ ما باید بیایم و اسم اینا رو تغییر بدیم. من اومدم اسم دکمه های این مود رو تغییر دادم و دیگه همشون درست شدن. مثلا دکمه C رو گذاشتم روی دکمه R. دکمه B رو هم پاک میکنم، روش کلیک میکنم و میذارمش به جای U. دکمه F رو هم پاک میکنم، کلیک میکنم، میذارمش به جای I مثلا. خب I رو الان گذاشتیم، ارور داد و میگه نمیتونین از I داخل این دکمه استفاده کنین چون قبلا داخل یکی از مودپک ها ازش استفاده شده. پس دوباره روش کلیک کنین، پاکش کنین، دوباره روش کلیک کنین و یه دکمه دیگه جایگزین کنین، مثل دکمه مثلا M هم خب برداشتن K. خب دکمه K خالیه، اینجا هم دکمه O رو بردارین و دکمه L رو بذارین. خب L هم پره، Z بذارین. خب من دکمه ها رو تغییر دادم، اولی گذاشتم R، دومی گذاشتم Y، بعدی و K، بعدی هم Z. الان تمام دکمه ها درست شدن و دیگه هیچ قرمز رنگی نیست و تمام مودا به درستی کار میکنن. اما اگر ما اینو درست نکنیم یه سری از مودامون کار نمیکنن چون دیگه از دکمهشون یه جای دیگه داره استفاده میشه. هر مودیو که ریختین بیاین اولش چک کنین ببینین حالا مثلا یه سری از دکمه ها قرمز رنگ شدن یا نه. اگر بودن خب اسمشون رو تغییر بدین بعد برین بازی کنین، اما اگر نبودن هم خب اوکیه. خب بچه‌ها تقریبا کار تمومه، مودم الان ریختیم دیگه، هیچ کاری واقعا نداریم، فقط کافیه بیایم اینجا اون حالت دلخواهی که میخوایم رو مثلا بزنیم، مثلا سروایو، هاردکور، حالا کریتیو و اینا. من حالا کریتیو میسازم و برین بازی کنین. خب بعد از اینکه مپ بالا اومد و تا یه حدی هم لود شد و یکم لگتون هم کمتر شد، اگر البته مثل من لگ میخورید، دیگه تقریبا الان اسکین من خب اومده، همون اسمی که پشت سرم گذاشتم هم جلوش کامل اومده، اون ریزه کاری هم همه هستن. الان دستشو نگاه کنین، الان مود زوم هم کار کرد، راستی سی رو که بزنیم زوم میکنه. اگه اول شخصش کنم سی بزنم زوم میکنه و مود کاربردیه. خب مود این کار کرد. سمت راست صفحه میبینیم یه علامت پوشن نایت ویژن هست، اون نایت ویژن هم کار کرد، اینجا هم معلومه بی نهایت. اینجا مود مپمون کار کرد. اولش هم که اومدیم میگه
مپه گفت که جی رو فشار بده. الان من جی رو فشار بدم یه همچین صفحه‌ای باز میشه. روی کلوز اگر بزنم مپم باز میشه کامل و اینجا میتونم داخلش دور بخورم و اینا. اگر خواستم یک قسمتی رو مارک کنم یه کلیک چپ میکنم و بعد یکی از دکمه‌هایی که تغییر دادم مثل وای اگر بزنمش سیو که بزنم اونجا مارک میشه و داخل نقشه من میتونم اونو ببینم و ازش استفاده کنم. اینا رو دیگه خودتون باید برین یکم بگردین دنبالشون رو تحقیق کنین تا بتونین بفهمین که چطوری کار میکنن. خیلی هم سخت نیستن، کاری هم ندارن اون چنانی، چند تا کلیک و اینا انجام بدین خودشون میاد. الان مود مپ اینا همشون کار کردن. مود زوم میبینیم کار کرد. F3 مون الان خوشگل شده کارم میکنه و الان نمیدونم من واقعا از این مود F3 استفاده نکردم اما خب شنیده بودم میگفتن مود خوبیه. حالا دیگه باید بگردین ببینین چی داره و اگر نیاز داشتین بهش برین سمتش. الان مثلا یه ویژگی که بهتر F3 داره اینه که اگر این قسمت بالای موز که دارم روش میکشم اینجا رو اگر دقت کنین مثلا من به هر بلاکی داخل یه رنجی البته نگاه کنم مثل اون بلاک خب اون نوشته تارگت بلاک و مختصات اون بلاک رو بهم میده. مثلا یکیشونه بلاک آیدی مثلا اسم اون بلاک رو بهم میده سنده و یه سری چیز میدهی دیگه داره از سمت چپ. اینا رو باید بگردید ببینید اگر خوشتون اومد بریزینشون. و مود درخت بود. ما میتونیم از مود درخت مثلا البته باید سروایوال باشیم که استفاده کنیم و حتما هم نیاز به تبر داریم. الان من اگر اینو بکنم کل درخت و برگا و همه چیش میریزه و کلا با یه حرکت خیلی هم راحت و ایزی. این از این مود. اگر دقت کنین زیر آب هم میتونیم ببینیم، این به خاطر مود نایت ویژنه. و قرار شد FOV هم بهتون توضیح بدم. FOV همینجور که میبینین هرچی FOV کمتر باشه صفحه زومتره، هرچی بیشتر باشه ناحیه دید بیشتری داریم. من خودم روی 100 این دور و بر میذارمش خوبه. اگر یه ای بزنیم اینجا میایم میبینیم که یه چند تا دکمه اضافه شدن. اینا همه مربوط به مرتب کردن اینونتوری و اینان. الان چون فعلا چیزی ندارم نمیتونم خیلی استفاده کنم، ولی مثلا من اگر اینو بزنم اینا همه میرن زیر یه ردیف، اما اگر اینو بزنم اینجوری میشه. مثلا بذارمش اینا رو اینجا، بزنم روی این همه میرن اینجا، اینو بزنم میرن اینجا. الان بفرستم بالا اینو بزنم همه میان اینجا زیر هم، بلاک های مربوط به هم جدا میشن. بزنم این ور اینجوری میان پشت سرم، اینو بزنم این مدلی. اما الان اگر دقت کنین بلاک هایی که داخل اینونتوری مونن اینجا نمایش داده شدن. اگر اینجوری بود یه آیی که بزنیم خب این برداشته میشه و درست میشه، نگران اینم نباشین. آی بزنیم دوباره میاد، بزنیم برداشته میشه. چون میتونین اینونتوریتون هم همیشه داشته باشین. راستی یه چیز دیگه هم که هست، الان دقت کنین FPS من با اون همه مودی که ریختم همچنان الان روی 20 30 و ایناست و خیلی لگ کمه و من به صورت طبیعی چه با مود چه بی مود خیلی بخوام FPS هم بیاد بالا FPS 40 میگیرم، یعنی در همین دیگه در حد 30 و 20 و ایناست. اما الان واقعا FPS خوبه و مشکلی هم ندارم. یه مود دیگه که داشتیم خب مود اینفینیتی ترید بود. من گیمو کریتیو کنم، یه دونه ویلیجر و یه دونه هم شغل مثل این انتخاب کنم. این از ویلیجر، این هم از شغل رو گرفت. الان این به ازای هر 22 تا هویج مثلا به ما چی میده. بذار اینجا بزنم
خب بچه ها، من مثلا الان یه چند دقیقه هست دارم باش ترید میکنم همینجوری. این اصلا گرون نکرد و همینجور باش ترید میکردم، هیچ کاری نداشت. راحت جمع میتونین بهشون رنگ بدین و اینا، راحت خوشگلشون هم میتونین کنین. آخرم این همه که ترید کنیم ازش راحت تخفیف میزنه و میتونیم ازش چیز بخریم. مثلا اینجا گلدن کارات میخواستین، راحت میتونین ازش بخرین و مثلا بخورین بدون اینکه هیچ چیزش قفل بشه. این خیلی کاربردیه، مخصوصا برای کسایی که فعلا فارم امرات ندارن. میتونین به راحتی ازش استفاده کنین و لذت ببرید. اینجا هم کلی دیگه بود، همین دیگه. اینم از این مود نایت ویژن هم خب همینجور که میبینین همه جا باز معلومه. مود زوم هم خب کار میکنه. راستی همین موده که اینونتوری رو مرتب میکرد، اگر باز چست هم داشته باشین روی این گزینه بزنین، هر چیزی که داخل اینونتوری تونه رو قانونا باید ببره بالا. ببین یکی دارم روش همه رو برد. اینا رو هم اینجوری بفرستیم بالا. لوت کردن هم آسان تر میکنه. اگر شما دستتون یه بار روی موس بزنین، اینجور برین با موس رو بیان، کلو میتونین بردارین، دوباره بزنین روی این کلو بفرسته اون و فقط باید شیفت بگیرین و بعد بزنین روی این، مرتبشون میکنه. الان ببینین همه رو دسته‌بندی کرد. ردیفی هم این مدلی خیلی تمیز و راحت، چند دقیقه. این هم اینجوری بفرستیم اونجا، اینو بزنیم، همه رو با یه دسته‌بندی مرتبشون میکنه. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من بودین. حتما ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم روی آل بذارین که هر وقت ویدیو گذاشتم سریع با خبر بشین و بیاین و فیلم رو ببینین. دمتون گرم، تا ویدیوی بعدی، بدرود.